یه طرف چیزیه که دخترا میگن میخوان، اما طرف دیگه چیزیه که واقعا براشون جذابه. مثلا یه دختر جوون و خوشگل میگه من یه پسر احساساتی میخوام که همیشه بهم گوش بده، همیشه برام گل بیاره، هر روز یادآوری کنه که من چقدر خوشگلم، دائم پیام بده که بفهمونه به من فکر میکنه. ولی وقتی واقعا یه پسر همچین رفتاری باهاش داره، دفعش میکنه. چرا؟ چون اون چیزی نیستش که واقعا بهش جذب میشه. خب پس دخترها تو دنیای واقعی به چی واکنش نشون میدن؟ به مردی که معماست، یه چالشه، کسی نتونه راحت حلش کنه. بذار با یه نمودار ساده 3 تیپ مردی که معمولا دخترها بهش جذب میشن رو بررسی کنیم. اما قبلش اگه پول باشگاه نداری و با یه هزینه کم میخوای توی خونه بدون تجهیزات تمرین کنی، اپلیکیشن آریکس فیت رو نصب کن. اما 3 تیپ مردی که معمولا دخترها بهش جذب میشن: خوناشام توی توایلایت، میلیاردر سلطه‌جو توی 50 شید آف گری و دیو توی دیو دلبر. چی بین این 3 شخصیت مشترکه که باعث میشه دخترها دیوونه‌وار عاشقشون بشن؟ اول هر 3 تاشون مرموزن. دیو یه اتاق ممنوعه داره که رازشو توش قایم کرده. خوناشامه هی غیب میشه و یه گذشته تاریک داره. کریستیان گری یه عالمه اتاق قفل شده داره پر از لذت و درد. دوم قدرتمندن. دیو پولدار و حضور فیزیکی داره. کریستیان گری یه غول پولسازه. خوناشامه هم قدرت و سرعت عجیبی داره. هر 3 تاشون سلطه‌گرن و حس محافظت به دختره میدن. دیو دختره رو نجات میده از دست گرگا، بعدش هم عشقشون شروع میشه. اون 2 نفرم همیشه یه جور توی سایه‌ن، ولی موقع خطر سریع پیداشون میشه. همشون یه طرف تاریک دارن. برای خیلی از دخترها فانتزیش اینه که بتونن اون هیولای درون رو تبدیل به شاهزاده کنن. یعنی یه مرد قدرتمند و بسته و مرموز رو تبدیل به یه آدم عاشق و مهربون کنن. نتیجه اخلاقیش اینه که حد محبت کردن رو رعایت کن و 0 تا 100 زندگی تو همون اول رابطه بهش نگو و اجازه بده کم کم کشفت کنه.